سلام خدا کنه که خوب و صحتمند و سرحال باشین در هر گوشه و کنار روی دنیا که هستین. بیاین ببینید که امروز ما چی خریداری کردیم از میدیا مارک. براتون نشان میدم که خریداری کردم و شما همراه ما ببینید که چی خریداری کردم. یک دانه آیپد گرفتم. ببینید یک آیپد گرفتیم و یک دانه گوشکی گرفتم و یام قلمک آیپد هست گرفتم. خب یام یوتیوبش هست که دیگه کار نداریم دیگه واس کنیم ببینیم آیپد ما. چقدر خوشحال هستم. بسم الله گفته واز میکنیم. واو دوستان رنگ گلابی که گرفتیم اما در کامرا معلوم نمیشه ولی رنگش هست رنگ گلابی هست ولی این چرا معلوم نمیشه در کامرا. فکر کردم اینجاش خرشه داره ولی نه کمک رنگش. ایران قلمکش باز میکنیم یک جای دوستان. از اینجا باز میشه که میگم اشتباه کردم. چه خیلی تال خورده باشه. این رفته دوستان یک رقم پارتر پیچه اینه دوستان. یام خریب افتاده بود یام قلمکش. یام دیگه یک گوشکی گرفتم. یا دیگه نمی چیزا را گرفتم امروز و تشکر از توجهتان. خداحافظ. سلام و وقت بخیر. خدا کنه که خوب و صحتمند و سرحال باشین در هر گوشه و کنار روی دنیا که هستین. دیگه امروز ما آمدیم شاپ تیوالی آمدم برام میدیا مارک بخاطر چند روز پیش یک آیپد بخاطر خریده بودم و میخوایم که حالا چی کنم یک دانه برام آیپد خود یک دانه باکس بگیرم همراه کیبوردش و میریم ببینیم که دیگه یک کیبورد پیدا کنم و همچنان یک باکس پیدا کنم. و ها چرا کیبورد میگیرم؟ بخاطر که میخواستم امروز کیبورد بگیرم گفتم نه نمیگیرم کیبورد. گفتم امو تو خودش دیگه بیاز کیبورد یاد داخلش داره از امو استفاده میکنم. پس هم پشیمان شدم چون یا مثل یک کامپیوتر کار میتبرم و خیلی خوب است یگان باز بخیر پلانکا بخاطر یوتیوب خود دارم و خوب است که کیبوردش بخرم و آمادگی های یوتیوب خود بگیرم بخیر که براتون برنامه خوب ثبت کنم. دیگه بریم دیگه مام که دیگه رسیدم. ببینین داخل شاپی تیوالی استم و دیگه آرام میریم میدیا مارک. خب دوستا دیگه این یک دانه بایک گرفتم و کیبوردش هم براتون سکن یک بایک که مقبول برش گرفت. حالا گرسنه شدیم باید برم غذا خوردن. امروز دوستا زیاد کار داشتم بی اندازه کار داشتم و یعنی اگر قصه کنم از سر صبح مصروف بودم تا این امیال وقت پیدا کردیم برای غذا خوردن و باید کم غذا بخورم و آمدیم که قابلی افغانی بخورم دور از دلکتان دیگه باز براتون نشان میدم. دوستا دیگه جایکتان خالی. ببینین که برای خود چی سفارش دادیم چی قابلی افغانی و بسیار یک سلات خوب و چی یک جلبی افغانی دیگه جایکتان خالی دیگه دوستا. دیگه متو دیگه خدافیزی میکنم امرایتان. خداحافظ. وقت خوش براتون میخوایم. سلام وقت بخیر خدمت شما دوستا. خدا کنه که خوب و صحتمند و سرحال باشین در هر گوشه و کنار روی دنیا که هستین. بین با هم یک چیز را باز کنیم ببینیم که چی است. خب چی کیبورد ما باز میکنم. سعی کنیم که چی گرفتیم چه کیبورد مقبول گرفتیم و با هم دیگه ما باز میکنیم میبینیم که چه رقم است. دیروز رفتم
کیبورد گرفتم و یک چیزا که دگام کرد کیبورد گرفتم. نه دوستا ببینیم اینجا میتونیم مثل کور هم استفاده کنیم بانه و میمانیم و یا آیپد میمانیم و یا کیبورد سکنه چقدر محبوب است. و همچنان یک دانه بایکک برای آیپد گرفتم و کیبورد سر یک بایک محبوب است. مرا خود زیاد خوشم آمد. دیگه بخاطر که میخوایم یوتیوب خود ویدیوهای آماده بسازم جور کنم و بعضی موادایی که لازم دارم آهسته پورا میکنم تا که بخیر برنامه های خوبش جور کنم و بخیر باز نام یوتیوب ما همه چیزا براتون میمانم، لینک میمانم یوتیوب ما با سابسکرایب کنیم. و تشکر از توجهتان. خداحافظ. وقت خوش.